لیکن یک آدمی که من به واسطه قمار چند سوال ها اومد من قمار را بریدم گفت. یعنی همین کنکورسی که میگن روشون سیاه میکنن به لهجه مردم جنوب که با این کنکورس هاشون، این کنکورس در لغت روسی به معنای مسابقه هست. این هم خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش گفتن حالی مردم زنا میکنن نامش دیگر چیز میگن، عرق میفروشند عرق میخورند نامش دیگر چیز، یسمونها بغیر اسمها، نامش تغییر میتن، نام قمار را گرفتن کنکورس موندیان. اونا همش حرام است. اون پول هایی که من چندین مراتب بعضی انسان ها تنقید کردن که چه خیلی تو بی انصاف دوملا هستی که یه مراتب درباره کنکورس گپ نمیزنی. اون آدمی که ذره از اسلام با خبر است آیا میدوند که این قمار محض است؟ کنکورسی حلال گفتیان نعوذ بالله، در مسابقه کنکورسی حلال نوشتیان که مردم به حج راه میکنن. نعوذ بالله. حلال و حرام برادرای عزیز اینا اصطلاح های شرعی هست، اینا استفاده نبره در این عملهای حرامتان. اصطلاح حلال و حرام این اصطلاح دینی هست و این چونی خاطر رسان میکنم اون برادرایی که مثلا در داخل چت در کامنتاری ها مثلا یک آدم سوال میده یک آدم دیگر جواب میده. اگر علم نداشته باشید جواب ندید برادران. چون میکنید در یک مسئله که به شما معنی ندارد خوض کنید، یعنی بدون دلیل بدون علم واردی مسئله شوید. کنکورسی حلال نعوذ بالله این حرام کرده الله حلال گفتن این کفر محض است. بنابراین از جهت دیگر آن آدم هایی که به همین کنکورس ها اشتراک میکنن گناه شما هم هست. آخه در مهاجرت مهنت حلال میکنید و پولتون به چی میخرید؟ لاتاری میخرید، نعوذ بالله بلیط میخرید. از الله تعالی ترسید، حق فرزنداتون است.